امروز مرحله اول لیگ، روز دومشه، از دیروز شروع شده ولی من دیروز نتونستم ویدیو بگیرم. امروز قرار شد که شما رو با خودم ببرم اونجا که ببینید چی به چیه. یه توضیحی براتون بدم در مورد لیگ معمولا توی سال 3 مرحله برگزار میشه که همیشه تو 6 ماه دوم سال، ولی امسال مرحله یکش به خاطر آلودگی هوا تعطیل شد، کلا شده 2 مرحله. این مرحله یک که 20 روز دیگه هم مرحله 2. بعد مرحله 2 ما یه دونه مسابقه داریم دقیقاً 2 روز بعدش به اسم جام آزادی که ما پیکمون رو روی اون میبندیم. این دوتا مسابقه، دوتا مرحله لیگ و ما فقط میریم که یه آمادگی نسبی کسب کنیم، بعدش نتیجه اصلیمون و فصلمون رو قراره که توی جام آزادی بگیریم. یه اصطلاحی هم هست که میگیم ما بهشون میگیم شیپ تیپر، همون شیپ تیپر ما میشه برای جام آزادی، برای لیگ نیست. حالا امروز با هم میریم که ببینیم چی به چیه، چه جوریه. لیگو بهتون نشون میدم. استخر همون استخری که من توش تمرین میکنم، استخر آزادیه. ساعت هم الان 7:15، بریم که تا 8:30 برسیم. نکته بعدی این که واقعا دمتون گرم، مرسی بابت حمایتتون از ویدیو اول. واقعا فکر نمی کردم که به 100 تا ویو برسیم، ولی خیلی خوب بود، خیلی خفن بود. مرسی از همه رفیقایی که بهم انرژی دادن، پیام دادید، صحبت کردیم. معلوم نیست، من مودیم، معلوم نیستش که ویدیو بگیرم ویدیو نگیرم. برنامه‌م اینه که ویدیو بگیرم، برنامه‌م این شغل هست ادامه دادنش، ولی از اونجایی که خیلی آدم مودی هستم و اولین ویدیوی چنل من مال 2 سال پیشه، بیشتر حتی 2 سال و نیم پیشه، معلوم نمیکنه. امیدوارم که ویدیو بگیرم. مرسی بازم، دمتون گرم. آقا این یکی از عجیب ترین نوشته هایی که من دیدم در زندگی. ز گهواره تا گور ایران چک بجو، توانا بود هر که دارا بود. چی فکر میکردیم چی شد؟ زیبای زندگیشونه تو سرم، نقشه هاییه که ردیف چیدن. حس میکنم تو تنم بهترین تیپم، دارم انرژیامو با پاهام به زمین میدم. سرباز ته خطم نشم یه وزیر دیگم. آقا یاد گرفتم پرواز پرنده ها، از کوسه یاد گرفتم خلاف جهت چرا. سلام خزنده ها، من کف خواب تر از تمسا. ارشیا میخورتشون. آره آجی دستش داره دست سینه میزنه. نه آقا ارشیا
خب این مرحله هم تموم شد و طبق معمول نتیجه برای من راضی کننده نیست، ولی خب چه میشه کرد، ما تلاشمون رو کردیم، کاری ما دستمون بر نمیاد جز تلاش کردن. دیگه بگم که همینه دیگه، بالاخره همه که قهرمان نمیشن، این چیزا هم آدم تجربه میکنه.